79 انسان شریف، پدران، مادران و کودکان معصومی که سالها رنج غربت و دوری از وطن را بر دوش کشیده بودند و با هزاران امید و آرزو راه بازگشت به خانه و کاشانه خویش را در پیش گرفتند. اما متاسفانه مسیر اسلام قلعه برایشان پایان این دنیا و آغاز سفر ابدیت شد. با نهایت تأثر و تعلم فراوان و با دل آکنده از غم و اندوه خبر شهادت جمعی از هموطنان عزیزمان را در حادثه ترافیکی شب گذشته در مسیر شورای هرات کابل شنیدیم. حادثه‌ای که میلیون‌ها هموطنمان را داغدار کرده و آنان را در سوگ نشاند. حادثه جانکاه که نه تنها خانواده‌های داغدار بلکه تمام مردم سرزمینمان را غرق در ماتم و اندوه کرد. در این لحظات تلخ و غم‌انگیز از درگاه پروردگار بزرگ برای ارواح پاکشان رحمت و بهشت جاویدان و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر عظیم طلب می‌کنیم. این ضایعه جبران ناپذیر را به تمامی خانواده‌های داغدار و ملت عزیزمان تسلیت عرض می‌داریم.